بچه ادامه میدیم درس افعال آلمانی با حروف اضافه. این درس حرف اضافی میت رو در موردش بحث میکنیم که با چه افعالی میان. این افعالی که اینجا نوشتم افعال پرکاربرد هستن. انشالله شما هم چند تا فعل پرکاربرد با حرف اضافی میت برام کامنت میکنید. قشنن میت حساب کردن روی، اشپقیشن میت صحبت کردن با، انفانگن میت آغاز کردن با، انتورتن میت جواب دادن با، زیش به فاسن میت مشغول شدن با. گفتم بعضی از فعل ها ممکنه رفلکسیو باشن. میت یماندم اودا اتواس قشنن. بچه اینجا میت معنی روی کسی یا چیزی حساب کردن میده، دیگه معنی با نمیده. ab mai müssen Sie mit einem höheren Preis rechnen. از می باید روی قیمت‌های بالا حساب باز کنید. یا wir rechnen fest mit Ihnen. ما روی شما حساب میکنیم. بالایی روی etwas روی قیمت‌ها، پایینی روی کسی حساب باز کردن. mit jemandem sprechen با کسی صحبت کردن. sprich mit mir با من صحبت کن. امریه امپراتیو میتم که داتیو سازه میشه اشپقیش میت میا. اشپقیش ایما میت زیش زلبس. اون همیشه با خودش صحبت میکنه. مثال قشنگیه. و میت وم اشپقیش ایش. بچه و فقاگه ها هم داتیو میشن. اینه دقت کنید. وره شده وم داتیو شده. میت وم اشپقیش ایش. با کی دارم صحبت میکنم؟ اوکی؟ مثال بعدی mit etwas anfangen با چیزی شروع کردن. wann fängst du mit der Arbeit an کی کار رو شروع میکنی؟ یا sie fängt jetzt mit der Ausbildung an اون شروع میکنه با آموزش یا کارآموزی. antworten mit sie جواب دادن با sie antwortete mit einem Kopfschütteln اون جواب داد با تکان دادن سر. یا bitte antworten Sie mit ja oder nein لطفاً جواب بدید با بله یا خیر. بچه فقط دقت کنید در جمله اول antwortete بقیتیتوم هستش. مثال بعدی sich befassen mit خود را مشغول کردن با چیزی. befasst sich mit einem Buch اون مشغول میکنه خودشو با یک کتاب. و sie befasste sich lange mit der deutschen Sprache اون مشغول میکنه خودشو مدتها با زبان آلمانی. بچه ادامه میدیم درس افعال آلمانی با حروف اضافه. این درس حرف اضافی میت رو در موردش بحث میکنیم که با چه افعالی میان. این افعالی که اینجا نوشتم افعال پرکاربرد هستن. انشالله شما هم چند تا فعل پرکاربرد با حرف اضافی میت برام کامنت میکنید. قشنن میت حساب کردن روی، اشپقیشن میت صحبت کردن با، انفانگن میت آغاز کردن با، انتورتن میت جواب دادن با، زیش به فاسن میت مشغول شدن با. گفتم بعضی از فعل ها ممکنه رفلکسیو باشن. میت یماندم اودا اتواس قشنن. بچه اینجا میت معنی روی کسی یا چیزی حساب کردن میده، دیگه معنی با نمیده. ab mai müssen Sie mit einem höheren Preis rechnen. از می باید روی قیمت‌های بالا حساب باز کنید. یا wir rechnen fest mit Ihnen. ما روی شما حساب میکنیم. بالایی روی etwas روی قیمت‌ها، پایینی روی کسی حساب باز کردن. mit jemandem sprechen با کسی صحبت کردن. sprich mit mir با من صحبت کن. امریه امپراتیو میتم که داتیو سازه میشه sprich mit mir. sprich immer mit sich selbst اون همیشه با خودش صحبت میکنه. مثال قشنگیه. و mit wem spreche ich. بچه و فقاگه ها هم داتیو میشن. اینه دقت کنید. وره شده وم داتیو شده. mit wem spreche ich با کی دارم صحبت میکنم؟ اوکی؟ مثال بعدی mit etwas anfangen با چیزی شروع کردن. wann fängst du mit der Arbeit an کی کار رو شروع میکنی؟ یا
Sie fängt jetzt mit der Ausbildung an. اون شروع میکنه با آموزش یا کارآموزی. Antworten mit. Sie جواب دادن با. Sie antwortete mit einem Kopfschütteln. اون جواب داد با تکان دادن سر. یا bitte antworten Sie mit ja oder nein. لطفاً جواب بدید با بله یا خیر. بچه فقط دقت کنید در جمله اول antwortete به قطعتوم هستش. مثال بعدی sich befassen mit. خود را مشغول کردن با چیزی. befasst sich mit einem Buch. اون مشغول میکنه خودشو با یک کتاب. و sie befasste sich lange mit der deutschen Sprache. اون مشغول میکنه خودشو مدتها با زبان آلمانی.